شما یک چیز میکشید، نقایص کار رو مشخص میکنید. نقایص چند تا نقص داشته، حالا هرچی بیشتر شناسایی میکنید بهتره. بعد اعتراف، کسی هم نیست، خودتون اعتراف. بله من اعتراف میکنم که این بوده ولی میخوامت، یعنی به همین سادگیه، سخت نگیر. خب گفت آسان گیر بر خود کارها که از روی تر سخت میگیرد فلک، سختش نکن. این اون اتفاقا حافظ برای اینجا گفته، چون بحث زمینی که دیگه معلومه از ماجرا، حافظ برای همینجا گفته سختش نکن، موضوع به همین سادگیه. در اینجا برای این مسئله است، نه فقط برای نماز فرضاً مسلمونی اگه باشه، اگر اقلیت مذهبی هم باشه که داریم، برای اونها هم در مسائل عبادی خودشون هست، عامه، مشترکه، مال هر جایی که باشه این مسئله هست، کاری به مسلمونان نمیدونم چی و اینو نداره. خب و ما اقلیت‌های مذهبی داریم. حالا اگه اجازه بدین در مورد مثلا فرض کنید در مورد شما که یک اقلیت زرتشتی هستین، تغییری تو شما خانواده که گذروندن متوجه میشین؟ در مورد خانواده‌ام بله، ولی در مورد خودم از اول اصلا به این شیوه عبادت نمی‌کردم که الان این گزارش هم بد نیست، چون دوستان فکر نکنن بحث مسلمان‌ها در بینه، بحث اصلا فرقی نمی‌کنه، تفاوتی اصلا نیست. بفرمایید. الان قرآنو که میخونم ولی خیلی متوجه نمیشم. بله البته این خانواده مطالعه قرآن رو کردند و دریافت‌های بسیار خوبی دارند، مرتب پدرشون با من در حال بحث و اینا هستند و خیلی از این طریق به اصطلاح گشایش‌های خوبی ایجاد شده، دریافت‌های خوبی شده، تسلط خیلی خوبی پیدا کردن که خیلی جالبه. و خلاصه والدین من میدونم که این ماجرا رو درگیرش هستن، از اونوری البته خیلی هم راه افتاده ها، ولی خب دیگه حالا خودشون در این مقوله به اون صورت وادی قضیه رو نداشتن. اونایی که نداشتن چی میشه؟ اونایی که نداشتن یعنی اصلا نبودن تو این وادی ها. خب اونایی که تو این وادی ها نبودن، خب حالا که شروع میکنن میدونن چه جوری باید شروع کنن. خب و در واقع تیزترن، درگیرشون هم حالا کمتره، داونه که باید از اینجا بیارشون اینجا، اونی که اصلا 0 کیلومتره خب دیگه میدونه مسیر اینه، ولی اونی که اینجا تا اونجا اومده باید چیکارش کنی؟ براش گردونی از اینجا بفرستیش بره بالا. حالا یا از همینجا بالاخره براش یک محوری باز بکنیم که بره بالا. خب اما این مطلب بسیار حائز اهمیته، یعنی یکی از اون چیزای عمر برباد بده ما همین بحثه، عمر به باد میده دیگه. دفعه میبینیم که 30 سال وقت گذاشتی سر مثلا حالا خط صاف بوده و دریافتی نبوده. بفرمایید. این بحث ترمزدستی رو میشه با اون قانون استدلال واژگونی یا بیرونریزی توی یک راستا قرارش داد؟ ببینید اینجا دوباره اگر که شما بخواید اینو یک افت به یکی از اون دندونه ها به حساب بیارین که صحبت کردیم که از دندونه های خرابات، دوباره اینم یه همچون برداشتی داره، ولی راحت‌تر میشه به مسئله برخورد. ولی ببینید فرق نمیکنه. اون در اون صورت اگه کسی تو سقوط بیفته درک نمیکنه چرا باید واژگون بشه. میدونید درک واژگونی رو اونجا نداره که چرا واژگونش کردن. خب مثل یه بار چیدن ده همه رو میریزن بیرون میگن بابا از نو بچینیمش درست میشه و واژگون شده. خب اما در اینجا علت واژگونی سریعا دستمون میاد که بابا این مرده از اون زنده است، باید اینطوری بشه، ولی در واقع همونه. دوباره اینم همون کوی خراباته. یک سوال دیگه اصلا مطرح هست، چند جلسه است میخوام بپرسم. شما طبق قانونی که گفتید ما از اون زندگی قدیم چیزی رو به اینجا نیاوردیم و چیزی رو نمیدونیم، این دانسته های اینجا برای زندگی بعد هم به کار ما میاد یا نه؟ 100% نوزادم دانسته هایی از قبل الان داره که دستمایه زندگی اینجا شه. پس با این قانون اون تشعشعات مثبتی که تو اون کلاس ما در شما یاد گرفتیم در اونجا هم به درد ما خواهد خورد.
به طور کلی شما اگر تجربه تجسد دفاعی رو داشته باشین دارین دیگه. دوستانی که تجربه تجسد دفاعی رو دارن میدونن که دانسته ما اینجا پایه‌روز اونجاست. نمیدونم چه مسائلی از اونجا وبالمون رو میگیره، چه مسائلی به نفعمونه. خب هدف همینه دیگه. هدف اینه که در واقع همونجا و به درک این مسیر اصولا نائل بشیم، بدونیم که قضیه پس چرا از اون زندگی قبل چیزی نیاوردیم اینجا؟ از زندگی قبلی اختیار داریم. شما دو تا نوزاد که از نظر شخصیتی مثل همن به ما معرفی بکنید، حتی اگه دوقلو باشه، حتی اگر تکثیر سلولی شده باشه، کلونایز چی باشه، دو تا سلول بغل هم. اما خودمون چیزی رو به یاد نمیاریم مثلا از اونجا. اون قانون داره، اون فقط برزخ میتونی برگردی بری، ولی خود زندگی فقط میتونی بری جلو. اونم قانون داره، با هم صحبت میکنیم. مراحل مختلفی که در عرفان طی میکنیم، ابتدا با می آسمانی شروع میشه، با مخدر آسمانی شروع میشه. اما به محض اینکه وارد فاز خودشناسی میشیم دیگه موضوع جدی میشه. میگن که خانم آقایون اون گیلاسای شرابتون رو بذارین کنار، موضوع جدی. حالا میخوام خودمون رو بشناسیم و یه جایی از یه جایی به بعد دیگه مخدر زمینی و آسمانی ممنوع میشه. اصلا مخدر ممنوع میشه، چه زمینی چه آسمانی. باده غمگینان خورند و ما زمی خوشدلتریم، رو به محبوسان غم ده ساقیا افیون خیش. یه جایی چیز بود دیگه، ساقیا بده جامیزان شراب روحانی. این اول کاره که مخدر زمینی رو میخوایم بذاریم، مخدر آسمانی جاش بریزیم. اما یه جایی چیزی که میخواد ما رو سر پا و سر خوش نگه داره چیه؟ می آگاهیه، نم خلصه، نه سرمستی. خلصه دیگه ممنوع میشه از دو خلصه. اصلا ما ممنوع مخدر زمینی آسمانی دیگه، از مثلا یه چیزی دیگه میره کنار. خلصه نداره. مثلا الان مکتبای تو دنیا هستن همش دنبال خود هیپنوتیزم و خلصه و اینان. ما میگیم صبر کن. خب صبر کن، اینم رفتی تو خلصه اومدی چی بلدی؟ اگه چیزی بلد بود خب میگیم باشه، اگر چیزی بلد نبود میگیم صبر کن دیگه بسته. خب و اینه که این مخدر آسمانی به اصطلاح وقت گیره. بعد الان آدم از 20 سال میره تو خرسون میاد بیرون، خب چی شد؟ هیچ. خب اینم اونور باد بده هست. لذا یه جایی بعضی موقع اینطوره، مخدر آسمانی زمینی از یه جایی، ولی بعد از یه سلسله مراتبی که اومدیم جلو، مثلا دیگه از دور دو بعد میخوام خودشناسی کنیم، باید به هوش باشیم، کاملا به هوش باشیم. حتی ما ارتباطاتی داریم مثلا در دوره 7 اونا ارتباطاتی داریم که افراد میرن خلاصه توی، اما خلصه نیست. همون آن در واقع اتصال آگاهیه، مثلا برای دریافت آگاهیه، نه برای خلصه. خب بنابراین توی سیستم این عرفان خلصه و نمیدونم آی فلان و از این بند و بساطا به طور کلی نیست. و اگرم اولش اومدیم چشیدیم و خود سرمستی اونا برای اینکه سر حال بشیم، اما بعدش دیگه حساب کتابه، 2 تا 4 تا یه جوری ببینیم چی بلدی، اینجا چرا اونطوری، اونجا چرا اینجوری، اینجا نمیدونم انرژی پتانسیل منفیه، اونجا نمیدونم کنترل دشارژ چی، و باید اوضاعمون رو رسیدگی کنیم. اگه تو خلسه باشیم که نمیتونیم خودشناسی انجام بدیم. بعضیا به نیت خودشناسی میرن تو خلسه، 30 سالم هست، 40 سالم هست، 20 سالم هست که خلسه هنوزم یه آماری نمیتونن بدن یا یه چیزی نمیتونن اعلام کنن بگن خب ما رفتیم تو خودشناسی، سیر انفس کردیم، به این چیزا برخورد کردیم. با توجه به توضیحاتی که با هم دیگه دادیم، الان سرنوشت وجود داره یا نه؟ سرنوشت یعنی به این معنا که قبلا برای ما تعیین کرده باشن. ببینید، تعیین کرده باشن که ما چیکار بکنیم. آیا همچین چیزی وجود داره؟
نه. خب نه، اما اینه که قبلا دیده باشن ما چه کار میکنیم. بله این میشه لوح محفوظ. بنابراین چیزی به نام سرنوشت که یعنی پیشونی من نوشته باشن که تو اینجا الان وایسا، بعد بیا پایین، بعد برو بالا، بعد چیکار کن، بعد چیکار کن، بعد چیکار کن، اینطوری نیست. یعنی در واقع انسان عروسک خیمه شب بازی نیست و ما خودمون تعیین کننده سرنوشت خودمون هستیم. یعنی شما هر اختیاری میتونید بکنید، کسی برای شما تعیین نکرده. اما قسمت، ببینید قسمت، سرنوشت، دیگه نصیب، خب تمام اینها. خب حالا یک ماجراییه، اینا رو البته در دوره 7 با هم صحبت میکنیم. مثلا ببینید یه قطار انداختنش تو ریل. خب تو ریل میتونه این ور اون ور بره؟ نمیتونه بره.